به نام او. سلام. قسمت 4 پادکست اوکاز رو میشنوین. اوکاز پادکستیه برای آشنایی با تاریخ، زبان و شعر عرب. این پادکست هر چند تخصصی نیست، اما سعی میکنم لابلای مطالب اصلی به بعضی از مسائل تخصصی هم برای عربیدانها و کسایی که تحصیلاتشون مرتبط با عربیه اشاره کنم. توی این قسمت که در مهر 1402 ضبط میشه، قراره در ادامه 3 قسمت قبل راجع به نمایشگاه‌های جاهلی صحبت کنم. توی 3 قسمت قبل راجع به بازار دومت‌الجندل، مشغر، عمان، حباشه، سوهار، دبا و شهر صحبت کردم و توی این قسمت راجع به 3 بازار دیگه حرف میزنم. آخرین بازاری که ازش صحبت کردم بازار شهر بود و گفتم که احتمالاً در یمن باشه این بازار و شاید هم در عمان. اما اگه این بازار توی یمن باشه، فاصلش تا بازار بعدی چیزی در حدود 540 کیلومتر بوده. بازار بعد از شهر اسمش بازار عدن بوده که موقعیت فعلیش میشه در کشور یمن. مرکز استان عدن خود شهر عدن که دومین شهر مهم یمنه و فاصلش هم تا تنگه باب المندب 170 کیلومتره. این بازار عدن از اول رمضان تا 10 رمضان برگزار می شده و معمولاً تاجرایی که از طریق دریا آمده بودن به این بازارها توی بازارهای قبلی اجناسشون فروش رفته بوده و دیگه به این بازار نمی اومدن و کسایی که چیزی از جنسشون باقی مونده بوده یا به بازارهای قبلی نرفته بودن به این بازار می اومدن. این منطقه خیلی بد آب و هوا بوده، نه علفزاری داشته نه حتی آب شرب و با فاصله 1 روز چشمه‌ای بوده که با حیوانات از اونجا آب می آوردن. همدانی توی کتاب صفت و جزیره العربش میگه که این قدیمی ترین بازارهای عربه و منطقه جغرافیاییش رو اینطور توصیف کرده که یه ساحلی بوده که دور تا دورش کوه بوده و با آهن از وسط کوه یه راهی رو باز کرده بودن که به خشکی هم راه داشته باشه. قزوینی در آثارالبلاد میگه که وجه نامگذاری این شهر به عدن من باب این بوده که نوه حضرت ابراهیم عدن نام داشته و این شهر رو به اسم او گذاشتن و بعد هم تصریح میکنه که نه آب داره نه چراگاه داره و با فاصله 1 روز چشمه اونجاست همونطور که گفتم و از اونجا آب میارن و لنگرگاه کشتی‌های هندی بوده که کالاهای هند و سند و چین و حبشه و فارس و عراق درش پیدا می شده و ابوالفدا هم در التقویم میگه که اینجا کشتی‌های هندی لنگر می گرفتن. ساکنان اون منطقه باور داشتن که از نسل هارونن و توی اون منطقه حکومت حمیر برقرار بوده. این توضیح رو من بدم که پیش از اسلام توی شبه جزیره چندین حکومت بوده. در شمال شبه جزیره 2 حکومت قساسنه و مناظره وجود داشته که قساسنه همپیمان رومی ها بودن و مناظره همپیمان ایرانی ها بودن و در جنوب شبه جزیره هم که یمن و اطراف یمن باشه چند حکومت پیش از اسلام برقرار بوده که یکی از اونها حکومت حمیره، یک قبیله عربی که زبان خاصه به خودشون رو هم داشتن و تفاوت‌هایی داشته زبانشون و به برخی از این تفاوت‌ها توی قسمت‌های قبلی اشاره کردم. خلاصه حکومت حمیر اونجا
برقرار بوده و کسی نیاز به نگهبان برای قافله تجاری نداشته و ظاهراً مالیات هم نمی گرفتن، اما برخی گفتن که مالیات می گرفتن. خرید و فروش توی این بازار پر رونق بوده، چون متولی ها شرط نمی کردن مثل خیلی از بازارهای دیگه که اول باید اموال خودشون فروش بره و اول باید هر آنچه را که اینا میخوان بخرن و اگر مالیاتی گرفته می شده مالیات رو ملوک حمیر می گرفتن و پس از ملوک حمیر هم ابنا مالیات رو می گرفتن که در پایان صحبت از این بازار توضیح میدم که ابنا کیا بودن. فروش اصلی این بازار عطر بوده. از قبیله معافر که اون اطراف ساکن بودن برود می آوردن و برود جمع برده است. برده پارچه پشمی بوده که روزها به عنوان عبا و شبها به عنوان لحاف ازش استفاده می کردن. مروارید این بازار معروف بوده و کالاهای هند و چین و بقیه جاها درش پیدا می شده. اون چیزی که من به دست آوردم از کتاب‌های مختلف این بود که این کالاهایی که الان میگم درش خرید و فروش می شده که از هند و چین می اومده اغلبش: آهن، سرب، مشک، عود، نارگیل، کافور، جوز هندی، میخک، خیزران، دندان فیل و همچنین ادار صینی که معرب دارچینه یا معرب داروی چینه. هر دو احتمال گفته شده، ولی خب احتمالاً همون معرب دارچین باشه و نه داروی چین که دار به معنای درخته. تا همین امروز هم ما توی لری به درخت میگیم دار و توی فارسی هم میگن دار و درخت، هرچند حالا تنهایی اگر این واژه به این معنا استفاده نشه ولی در ترکیب دار و درخت به کار میره. و اما ابنا، خب چه بسا بدونید که ابنا جمع مکسر ابنه، یعنی فرزندان، و به ایرانی هایی گفته می شده که در یمن ساکن بودن و اونجا سکنا گزیده بودن و اینها در طول تاریخ اونجا حضور داشتن و در کتاب های تراجم هم خیلی از نویسندگانی نامشون با لقب الابناوی ذکر شده که نوادگان اون ایرانی ها هستن. اما اینی که ایرانی هایی در یمن چیکار میکردن داستان خیلی مفصلی داره که در کتاب های مختلف این داستان ذکر شده و اختلافات بسیار زیادی داره توی کتاب های مختلف و جزئیات بسیار زیادی که اگه من بخوام از اول تا آخرش رو تعریف بکنم حتما چند ساعت طول میکشه. اما سعی میکنم که من بر اساس روایت طبری خلاصه این حکایت رو بگم و از دیگر نقل هایی که شده چشم‌پوشی بکنم و اصلا به اونها نپردازم. اما این رو بدونید که به گونه های متفاوت بسیار دیگری این قضیه نقل شده. خب داستان از این قراره. همونطور که گفتم یکی از حکومت هایی که در جنوب شبه جزیره پیش از اسلام وجود داشته حکومت حمیر بوده. حکومت حمیر با حمله اهل حبشه احباش شکست میخوره و این حکومت از بین میره و اون سرزمین تحت تسلط سپاه احباش در میاد و حبشی ها بر اونجا حکومت میکنن. یکی از بازماندگان خانواده پادشاهی حمیر ذی‌یزن نام داشته که بین مردمان اونجا محترم بوده، بالاخره از نوادگان شاهان پیشینشون بوده و همسر بسیار زیبارویی داشته که از این همسرش فرزندی داشته به اسم سیف. ابرهه حبشی که پس از پیروزی اهل حبشه بر حمیر حکومت اونجا رو به دست داشته خبردار میشه که زن بسیار زیبارویی وجود داره که همسر ذی‌یزنه و همسر ذی‌یزن رو به زور ازش میگیره و به همسری خودش در میاره و فرزند خردسال این زن که سیف نام داشته 2 سالش بوده در اون زمان با مادرش به حریم ابرهه میرن
و سیف همونجا بزرگ میشه و گمان داشته که فرزند ابرهه است. ذی‌یزن از سر شرم از یمن میره و به سمت روم حرکت میکنه و به روم میرسه و اونجا از قیصر روم درخواست کمک میکنه که به کمکش لشکری رو بفرسته تا حبشی ها رو از بین ببره و حکومت پدرانش رو دوباره به دست بیاره. اما قیصر روم میگه ما مسیحی هستیم و احباش هم مسیحی هستند و من توی یهودی رو بر همکیشان خودم ترجیح نمیدم و طردش میکنه. پس از اون ذی‌یزن به نزد نعمان ابن منذر میره، حاکم مناظره، خودش رو معرفی میکنه و کامل قضیه رو توضیح میده و نعمان هم بهش میگه من سالی یک بار به نزد پادشاه میرم، به نزد کسری میرم و من تو رو با خودم خواهم برد. اینها میرن به نزد کسری انوشیروان و انوشیروان ذی‌یزن رو بسیار گرامی میداره و ذی‌یزن درخواستش رو مطرح میکنه که سپاهی رو به همراه من بفرست تا من احباش رو از سرزمینم بیرون کنم و از ظلمشون مردم یمن راحت بشن. انوشیروان هم دلش میسوزه ولی میگه سیاست و عدالت این رو بر من حکم میکنه که من اول باید مملکت خودم رو مد نظر داشته باشم و سرزمین شما بسیار دوره و در بیابانهای حجاز و کنار دریاست. من نمیتونم سپاهم رو به اونجا بفرستم، تو همینجا باش و دل از پادشاهی بشور و هر آنچه که میخوای رو من اینجا در اختیارت قرار میدم و 10,000 درهم بهش میده و ذی‌یزن این 10,000 درهم رو موقعی که از قصر بیرون میزنه همینطور در راه روی زمین میریزه و تا اینکه برسه به اون جایی که سکونت داشته و مردمان هم اینها رو ور می داشتن. وقتی که کسری متوجه این قضیه میشه عتاب میکنه ذی‌یزن رو که با عطای پادشاه نباید چنین کاری رو کرد. ذی‌یزن بهش میگه که من از سرزمینی اومدم که خاک و کوه اونجا از طلاست و از تو پول من نمیخوام، از تو کمک میخوام که بتونم سرزمینم رو دوباره به دست بیارم. انوشیروان هم بهش میگه همینجا بمون و اگر تونستم من کمکت میکنم. 10 سال اونجا میمونه و سر آخر هم اونجا میمیره. این از داستان ذی‌یزن. اما پسرش سیف در دربار ابرهه بزرگ شده و ابرهه مثل 2 پسر دیگش بهش بها داده و نمیدونه خودش که فرزند ابرهه نیست. ابرهه میمیره و پسر بزرگش 14 سال حکومت میکنه. پسر بزرگش میمیره و پس از اون پسر دومش مسروق پادشاه میشه و خب مسروق میدونسته که سیف فرزند ابرهه نیست و به سیف بی محلی و بی احترامی میکنه. این دوتا با هم دعواشون میشه و مسروق به سیف میگه لعنت بر تو و پدرت. سیف میره پیش مادرش و از مادرش میپرسه پدر من کیه؟ مادرش میگه پدر تو ابرهه است. اصرار میکنه، مادر انکار میکنه که نه پدر تو ابرهه است و سیف میگه کسی پدر خودش رو لعنت نمیکنه و شمشیر میکشه و میگه من یا خودم رو میکشم یا باید به من بگی که قضیه از چه قراره. مادر گریه میکنه، شمشیر رو از دست پسرش سیف میگیره و قضیه رو براش تعریف. سیف از یمن میره و به سمت روم حرکت میکنه، میره پیش قیصر روم، قضیه رو میگه. قیصر بهش میگه که پدرت هم اینجا اومده بود و من چون این جوابی بهش دادم و سیف میگه اگه میدونستم که پدرم اینجا آمده بود من پام رو هم اینجا نمیذاشتم. میره به سمت ایران، 1 سالی اونجا میمونه تا بتونه کسری رو ببینه و پس از این که کسری رو میبینه خودش رو معرفی میکنه و همون اتفاقی که با پدرش افتاد میفته. کسری بهش پول میده، پولها رو بین مردم پخش میکنه. کسری بهش میگه چرا چنین کردی؟ جواب میده که من از جایی اومدم که کوهها و خاکش از طلاست و کسری میگه تو فرزند همون
پدری و من تو رو نصرت خواهم کرد. سرهنگان و وزیران و موبدان رو جمع میکنه و میگه چاره چیه، باید چه کرد. و موبدان یه پیشنهادی رو مطرح میکنه و میگه که کسایی که در زندان هستن و محکوم به اعدامن اینها رو تجهیز کن و به همراه سیف بفرست. اگر کشته شدن که از شرشون خلاص شدی و اگر هم پیروز شدن حکومتی رو به دست آوردی. جریده زندانیان رو میبینن که 800 نفر محکوم به قتلن و این 800 نفر رو تجهیز میکنن و وهرز دیلمی رو که بهترین تیرانداز انوشیروان بوده در جوانیش، اون رو بر سالاری این لشکر میگمارن که پیر خیلی سال خورده‌ای بوده که ابروهاش هم بر چشمش افتاده بوده و کمرش خم شده بوده و خلاصه پیرمردی بوده این وهرز دیلمی. وهرز دیلمی با 800 نفر جنگجو که تیرانداز بودن اینها سوار 8 کشتی میشن و به سمت یمن میرن. 6 کشتی از 8 کشتی میرسه و 2 تاش غرق میشه. موقعی که اینا به یمن میرسن مسروق خبردار میشه، جاسوس میفرسته که از این لشکر خبردار بشه و میفهمه که تعدادشون خیلی کمه. مسروق پیکی رو میفرسته برای وهرز و میگه من ننگ دارم که با تو بجنگم با این تعداد کم، اگر میخوای برگرد و من تو رو اکرام میکنم. وهرز هم میگه من 1 ماه زمان میخوام تا اینکه فکر بکنم. مسروق قبول میکنه، 1 ماه بهش فرصت میده، براش علوفه و آذوقه میفرسته. وهرز این علوفه و آذوقه رو قبول نمیکنه، پس میفرسته، میگه من اگه نون و نمک تو رو بخورم نمیتونم دیگه با تو بجنگم. و توی این مدت 1 ماه هم سیف 5000 مرد حمیری رو الحاق میکنه به اون 600 نفر تیرانداز و بعد از 1 ماه مسروق از وهرز خبر میگیره. وهرز میگه من آماده جنگم. مسروق خودش نمیره به جنگ به جهت اینکه این سپاه رو خار میشمرده و پسرش رو میفرسته که بشه نوه ابرهه و بهش میگه همه حمیری ها رو بکش و ایرانی ها رو اسیر کن. وهرز هم پسرش رو میفرسته. اون زمان توی یمن کسی تیراندازی بلد نبوده و جنگ با شمشیر و نیزه بوده. سپاه ایران و این 600 تیرانداز سپاه ابرهه رو با اینکه تعدادشون خیلی بیشتر بوده تیربارون میکنن و تعداد بسیار زیادی از سپاه حبشه کشته میشن و در نهایت هم اینا عقب نشینی میکنن و توی این نبرد پسر مسروق کشته میشه و موقعی که سپاه حبشه دارن عقب نشینی میکنن پسر وهرز با اسبش میفته دنبال این سپاه، اسبش رم میکنه، این رو میبره وسط لشکریان حبشه و پسر وهرز هم کشته میشه. هم پسر مسروق و هم پسر وهرز هر دو در این جنگ کشته میشن و مسروق خودش عزم جنگ میکنه که هر طور شده من میرم میجنگم و انتقام پسرم رو میگیرم. از اون طرف هم وهرز از کشته شدن پسرش ناراحته، کشتی ها رو آتیش میزنه، غذاها رو به دریا میریزه، مردانش رو جمع میکنه، هیچ راه برگشتی نیست، ما باید بجنگیم و یا کشته بشیم یا پیروز بشیم. و برای بار دوم این 2 سپاه با هم روبرو میشن. بار دوم وهرز کمان به دست میگیره و میگه که به من مسروق رو نشون بدید. میگن مسروق اونیه که تاج زرینی رو سرشه و یاقوتی هم بر سر این تاجه و وهرز درخشش اون یاقوت رو میبینه و از دیگران میخواد که کمانش رو بر روی اون یاقوت تنظیم بکنن و تا جون در بدنش بوده این کمان رو میکشه. این کمان به مسروق اصابت میکنه، مسروق کشته میشه، بین لشکریان حبشه ولوله‌ای به پا میشه و در نهایت سپاهیان وهرز دوباره تیربارون میکنن سپاهیان حبشه رو و پیروز میشن. پس از اینکه سیف ابن ذی‌یزن حکومت حمیر رو به دست میگیره، عرب ها از سراسر شبه جزیره برای تبریک میان، من جمله عبدالمطلب
که با بزرگان قریش برای تبریک میاد، شاعران مختلف میان، قصیده ها میگن در مدحش و بهشون صله میده. اشعار خیلی زیادی گفته شده که مشهورترین شعریه که ابو زمعه جد امیه ابن ابی سلط گفته، که حالا بعضی هم گفتن که این شعر مال خود امیه است و مطلعش هم اینه که لا یطلب الثأر الا کابن ذی یزن فی البحر خیم للاعداء احوال، که ترجمه آزادش اینطور میشه که کسی مرد انتقام گرفتن نیست بجز فرزند ذی یزن که سالها توی دریا خیمه زده بود برای مقابله با دشمنانش. این احوالا جمع حول به معنای سال. و توی شعر فارسی هم به این قضیه اشاره شده، من جمله بیتی از ملک الشعرای بهار که میگه آن روز کجا شد که ز یک ناوک وهرز بنهاد نجاشی ز کف اقلیم یمن را، که نجاشی به پادشاه حبشه میگفتن، همونطور که به همه پادشاهان ایران میگفتن کسرا، به همه پادشاهان روم قیصر، و همه پادشاهان حبشه هم میگفتن نجاشی. این داستان اینجا به پایان میرسه و اما ابنا، اون لشکریانی که به همراه وهرز اومده بودن و اونجا باقی میمونن، خودشون و فرزندانشون به الابنا معروف میشن و گفته شده که سبب معروف شدن اینها به الابنا اینه که سیف ابن ذی یزن گفته بود که هؤلاء ابنایی، اینا فرزندان منن، اینا فکر نکنید قبیله ندارن، عشیره ندارن، اینا فرزندان منن. و بعد هم قضیه خیلی به نفع سیف نمیشه تا جایی که میگه استبدلنا اسیادن به اسیادن، یعنی قضیه خیلی فرقی واسه ما نکرد، ما یه سری امیرانی رو با یه سری امیران دیگه جابجا کردیم، احباش بر ما حکومت میکردن و الان ایرانی ها دارن حکومت میکنن و سیطره ایرانی ها تا پیش از اسلام بر اون منطقه وجود داشت. برگردیم به صحبت اصلی که بازار عدن بود و گفتم که توی این بازار بنی حمیر مالیات میگرفتن و بعدش هم الابنا مالیات رو میگرفتن. البته همونطور که گفتم برخی هم گفتن که توی این بازار مالیات گرفته نمیشده. این از بازار عدن. بازار بعدی که بعد از بازار عدن به اونجا میرفتن بازار صنعا بوده و بی‌نیاز از تعریف صنعا از 400 سال قبل از میلاد مرکز یمن بوده و ابن رسته در الاعلاق النفیسه میگه که سام ابن نوح این شهر رو بنا نهاده و ساخته. معروف به جنت و جزیره العرب، بهشت جزیره عرب، بسیار خوش آب و هواست، میوه های فراوانی داره، فقط 14 نوع انگور داشته. صنعا میشه گفت زیبایی های مناطق صحرایی و مناطق جنگلی هر دو با هم در یمن و مخصوصا در صنعا جمع شده. صنعا بسیار حاصل خیز بوده، بسیار پر آب بوده و پادشاهان یمن معمولاً توی صنعا ساکن بودن به جز موارد خیلی معدودی و بازاری هم که برگزار می شده از 15 رمضان تا آخر رمضان بوده. توی این بازار پنبه و زعفران و رنگ و اینها می آوردن و از اون طرف حریر و دیگر پارچه های گران قیمتی که اونجا ساخته می شد رو می خریدن. در و سنگ های قیمتی و چیزهای شبیه به این هم اونجا زیاد بوده. خب عقیق یمن معروفه تا همین امروز. همچنین از روستاهای اطراف برود می آوردن که گفتم جمع برده است و قالیه معروفی هم داشته که توی قسمت‌های قبل گفتم قالیه یه نوع عطر ترکیبی. توی این بازار هم مالیات رو امیرانی از حمیر می گرفتن و بعد از حضور ابنا هم ابنا مالیات رو می گرفتن. در زیبایی صنعا به فارسی و عربی اشعار بسیار زیادی وجود داره که به عنوان مثال ادیب صابر میگه 3 شهر در حسدند از بهار و باغ و چمن، یکی دمشق و دوم ششتر و سوم صنعا. بعد از بازار صنعا بخشی از تاجران به یک بازار میرفتن و برخی از تاجران هم به یک بازار دیگه میرفتن که اون بازاری که اهمیت کمتری داره رو من به عنوان آخرین بازار
در این قسمت بهش اشاره میکنم و صحبت از اون بازار دیگر رو به قسمت بعد موکول میکنم. یکی از این دو بازار رابیه بوده که فاصلش تا صنعا چیزی در حدود 450 کیلومتر بوده، در کشور یمن الان، وسط استان حضرموت در وادی العین، یه چشمه زلال و گوارایی اونجا و بسیار بسیار زیباست. میتونید توی اینترنت عکس‌هاش رو بزنید و ببینید. 160 کیلومتر فاصله تا خلیج عدن داره. این بازار از 15 ذوالقعده تا آخر ذوالقعده برگزار می شده که از لحاظ زمانی هم همزمانه با اون بازار دیگه که گفتم توی قسمت بعد ازش صحبت می کند. جنوبش شهر بوده، شرقش عمان بوده، غربش صنعا بوده. خیلی اونجا پرنخله. توی حفاری هایی که چند سال پیش انجام شد شهرهای خرابه‌ای رو پیدا کردن که با خط المسند نوشته هایی در بین اینها بوده. این بازار خیلی بازار کوچیکی بوده و میشه گفت بیشتر یه بازار محلی بوده و البته مردمی هم از دوردست به این بازار میرفتن. توی برخی از نقل ها گفته شده که قریش هم قافله‌ای به این بازار میفرستاده، اما خیلی مورد تردید این قضیه به جهت اینکه همزمان با این بازار قریش خودش بازار دیگه داشته و هم این که این بازار در سرزمینی بوده که زیر نظر حکومتی نبوده و همچنین خیلی دور افتاده بوده و هم به راه بلد و دلیل نیاز داشته و هم به نگهبان و سفیر که بخواد کسی به اونجا بره و این سبب اصلیه اینه که این بازار کم اهمیتی بوده. خب صحبت از این سه بازار اینجا به پایان میرسه و تا قسمت بعد خدا نگهدار.